من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. در کلاً سوره های گذشته توحید را با دلائل عقلی و نقلی اثبات کردند، هم در سوره حجر و هم قبل از آن در سوره ابراهیم، رعد، یوسف، هود. اینا همه یا دلائل عقلی داشتن یا نقلی، موضوع همه یکی بود. و در سوره حجر فرمود که اگر قبول نکردید پشیمان میشید. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. چه بسا افرادی هستند تمنا میکنند کاش مسلمان بودند، کاش تسلیم میشدند در مقابل این دعوت حق. لذا مثل اونها پشیمان میشید. پشیمان نشید، پس بپذیرید، تسلیم شید. حال در سوره نحل می فرماید که شما که عذاب را مطالبه می کنید به جای ایمان، شما مؤاخذه می خواهید به جای تسلیم، پس بگیرید عذاب آمد. اتی امر الله، اول سوره هست مدعا. اتی امر الله فلا تستعجلوا. امر الهی یعنی عذاب و عقاب الهی آمد، عجله نکنید. امر الله عقابه لمن اقام على الشرك و تکذیب رسوله. پس مدعای این سوره این است که عذاب سر رسید، زمان عذاب فرا رسید. علاوه از این مدعا الله عزوجل در این سوره هم دلائل عقلیه بیان می فرماید. اکثرا دلائل عقلیه و دلائل عقلیه که شما نمونه ها را در جای جای قرآن مجید در سوره های متعدد خواندید. لذا الله می فرماید اتی امر الله، امر الهی یعنی عذاب آمد، جزای کفر و شرک آمد. فلا تستعجلوا، شما عجله نکنید، دیر نیست اون عذاب. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک است و برتر است از آنچه که مشرکان شریک میگیرند با الله. از اون معبودان الله برتر است و پاک است. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. الله می فرماید همواره ملائکه نازل می کنند وحی را. روح منظور وحی است. ببین وحی را تعبیر کردن به روح، قبلا هم این تعبیر را شما در این کلام پاک خواندید، به دلیل اینکه
همان گونه که روح مایه حیات جسد میشه و جسم میشه، هکذا وحی مایه حیات دینی میشه، مایه حیات معنوی میشه. لذا الله می فرماید ينزل الملائکة بالروح، الله ما همواره می فرستد ملائکه را با وحی من امره على من یشاء، از امر خودش، از حکم خودش بر هر کسی که بخواد از بندگانش، یعنی از انبیا. اما همواره می فرستاده با چه مضمونی؟ با این موضوع ان انذروا انه لا اله الا انا، اینکه بترسانید ای پیامبران من، ای انبیای من، بترسانید مردم را از عذاب من و از اینکه لا اله الا انا، هیچ معبودی نیست بغیر از من الله، لایق عبادت نیست. فاتقون، پس از من بترسید، شرک نکنید. خلق السماوات، حال دلائل شروع میشن، تمام عقلی اند. خلق دلیل عقلی آفاقی. خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذاتی هست که انسان را آسمان ها را آفرید و زمین را بالحق، برای اظهار حق، یا اینکه بالحق بدرستی براستی آفرید. تعالی عما یشرکون، الله برتر است، بالاتر است از آنچه که با خدا شریک میگیرند. خلق الانسان من نطفه، این دلیل دیگه هست، این انفسی هست، این درونی هست، در درون انسان. الله انسان را آفرید از نطفه، از قطره بیجان. فاذا هو خصیم مبین، زجر توبیخ. از چی آفریده شده؟ اما در آن هنگام شما میبینید که خصیم هست، جدل کننده و بحث کننده آشکاری هست. چقدر جدل میکند، چقدر چالاک است و بلبل زبان است. این از چی آفریده شده؟ به حقیقتش فکر کنید و به واقعیت پی ببرید. والانعام خلقها لكم فيها دفء، الله تعالی می فرماید چارپایان را هم پیدا کرده، برای شما منافع مختلفی هست در چارپایان، من جمله لكم فيها دفء، برای شما در آن دفء هست. دفء یعنی اسباب گرمی، وسایل گرمی. شما از طریق چارپایان، از پشمشان، از مویشان، شما برای خودتون لباس گرم درست میکنید، شما برای خودتان زیرانداز درست میکنید، چادری که خیمه شما باشد درست میکنید. همه اسباب گرمی از همین پشم و موی حیوانات درست میشه. و منافع دیگری هست، و من جمله اون منافع و منها تأکلون، از آن میخورید شما، از آن استفاده میکنید، یعنی از گوشتشان. ولکم فیها جمال، برای شما در آن چارپایان زیبایی هست. حین تریحون و حین تسرحون، وقتی که به وقت عصر و به وقت شامگاه برمیگردند، و حین تسرحون، به وقت صبحگاه میروند. برای چرا؟ در این دو وقت، وقتی که نگاه میکند صاحب رمه، صاحب گوسفند چقدر لذت میبرد. بله. و تحملوا اثقالکم، و همین چارپایان هستند که بار شما را حمل میکنن، میبرند. الى بلد لم تكونوا بالغی، به شهری که شما نمیتوانید برسانید. بالغی یعنی واصلی، شما این بار را نمیتونید تا اون شهر، تا اون روستا ببرید، الا بشق الانفس، مگر با مشقت و تکلیف نفس. باید خودتون را به زحمت بندازید، خودتون رنج و سختی تحمل کنید تا ببرید برسانید. ولی این چارپایان، این شترها، این درازگوش ها چگونه راحت بار شما را میبرن میرسانند. ان ربکم لرؤوف الرحیم، به درستی که پروردگار شما رؤوف هست، رأفت دارد،
و مهربان است، هم رأفت و نرمی و هم مهربانی در وجودش هست. والخیل والبغال، علاوه از این نعمتها چارپایان دیگری مثل اسب، والبغال قاطر، والحمیر الاغ لترکبوها، تا همه اینها را سوار شید. و زینتا، زینت هم برای شما هستند. زینت در اسب است، زیبایی در اسب است. اسب خودش و اون گلهش هم زیبا هست، انسان که بر اون می‌نشیند چقدر زیبا هست. همه اینها را الله تعالی برای شما پیدا کرده. اینها وسایل و امکانات هستند. و یخلق ما لا تعلمون، الله می فرماید می آفریند اون چی که شما نمیدانید. این آیه واقعا آیه هست که معجزه قرآن را نشان میده. در اون زمان الله اشاره کرده مرکبها و سواریهای دیگری خدا پیدا می کند، حال شما اونها را نمیدانید. ولی ما انسان ها که بعد از 14-15 قرن آمدیم، ما الان میدانیم یعنی چه و یخلق ما لا تعلمون. ما میبینیم که یعنی چه، میبینیم که انواع سیارات و ماشین ها، انواع قطارها، کشتیها، هواپیماها، اینها که الله تعالی برای حمل و نقل پیدا کرده، اینها مصداق هستند. لذا الله می فرماید اینا تمام دلیلند، اینا دلیل عقلی هستند. و علی الله قصد السبیل و منها جائر. لذا خدایی که این همه قدرت دارد، بر اون خدا راه راست می رود. یعنی راه راست، راه اعتدال و میانه به خدا منتهی میشه، به خدا میرسد. و منها جائر، بعضی از این راه کج هستند که این راه کج به خدا نمیرسند. راه راست و راه اعتدالی به خدا میرسد. علامه آلوسی نوشته والمعنى ان قصد السبل و مستقیمه موصل الیه تعالی. معنای آیه این هست که راه میانه اعتدالی و همچنین راه مستقیم میرسد به خدای تعالی. و مار علیه سبحانه، و بر او میگذرد، بر الله سبحانه و تعالی. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همگی شما را هدایت میکرد. چه هدایتی؟ هدایت جبر، هدایت مجبوری، ولی الله عزوجل این کار را نکرد. ولکن لیبلوکم، برای اینکه شما را بیازماید، شما را همه را مجبورا بر هدایت قرار نداد، شما را الله عزوجل اختیار داد که کدام راه را میپسندید. خب از خلق السماوات والارض که انواع دلیل ذکر شدن، همه دلیل عقلی اول بود. و بعد از بیان قدرت الله عزوجل شما خواندید که الله تعالی می فرماید که راه میانه، راه اعتدالی و راه راست به خدا منتهی میشه. هو الذی انزل من السماء، دلیل عقلی دوم هست. بعضی دیگر از نعمتهای آفاقی را و انفسی را الله عزوجل در این دلیل دوم ذکر می کند. الله می فرماید هو الذی انزل من السماء ماء لکم، الله آن ذاتی است که فرو فرستاد، نازل کرد از آسمان آب برای شما. مطرا، ماء ای مطرا، منه شراب و منه شجر، بعضی از این آب برای نوشیدن هستند، برای خوردن شما استفاده می کنید. و منه شجر، بعضی از آن شجر میشن. یعنی چه؟ یعنی باعث رشد نباتات و درختان میشن که فیه تسیمون، در آن شما میچرانید حیوانات خودتان را، چارپایان را. چرا در الافزارهاست، در برگهای درختان. لذا این هم به سبب همون آب درست شد این گلستان، این چمن سبز. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، الله می رویاند به وسیله همین آب برای شما کشت را، درخت زیتون را، درخت خرما را، انگورها را. و من کل الثمرات،
و از همه ثمرات، از انواع ثمرات. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. الله می فرماید در همه اینها آیه و دلالت هست، دالتا علی وحدانیت الله تعالی. جلاله گفته اینا دلالت میکنن بر وحدانیت الله، اما کی اینها را میفهمد؟ لقوم یتفکرون، قومی که بیندیشند، فکر کنند. این دعوت تفکر است به مخلوق خدا، به این قدرتی که الله تعالی برای ما بیان فرموده. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الله مسخر کرد و تابع کرد برای شما شب را، روز را، خورشید را، ماه را. والنجوم مسخرات بامره. و ستاره ها همه مسخر هستند به امر الله. همه ستاره ها مسخرند، هر طوری که الله میخواهد میگرداند آنان را. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. در همه اینها همه دلالت میکنند بر کمال قدرت الله. در اینها آیاتی هست برای قومی که عقل داشته باشد، خرد داشته باشد، هم تفکر، هم تعقل، هم تذکر. سه چیز الله عزوجل اینجا بیان کرده که ما باید اینها را داشته باشیم، هم فکر کنیم، هم عقلمون را خوب به راه بیندازیم و هم تذکر بگیریم و پند بگیریم، خدا را اونطوری که حقش هست بشناسیم، معرفت او را حاصل کنیم. و ما ذرأ لكم فی الارض مختلفا الوانه. الله می فرماید آنچه که پیدا کرد در زمین مختلفا الوانه، رنگهایشان مختلف، جنسهایشان مختلف، انواعشان مختلف الله پیدا کرده در زمین. اینا چی هستند؟ تمام حیوانات، جمادات، نباتات و غیر اینها الله مختلف پیدا کرده. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. همانا در همه اینها آیات است، نشانات است برای قومی که تذکر میگیرند، پند میگیرند. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. نعمت دیگر، الله آن ذاتی است که مسخر کرد برای شما، دریا را تابع کرد، دریا در اختیار شما. لتأکلوا منه لحما طریا، تاکه بخورید از دریا گوشت تازه. و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، و استخراج کنید از آن دریا حلیة زیورالاتی را که تلبسونها، شما اون زیورالات را می پوشید. زیورالاتی که شما اونها را استفاده می کنید، اینا را همه از دریا کشف می کنید، استخراج می کنید. و ترى الفلک مواخر فیه، می بینی کشتی را که ماخره هست. ماخره یعنی پاره کننده، دریا را می شکافد، پاره می کند و از دل دریا می رود. ولتبتغوا من فضله، همه و همه برای این است که شما فضل ربتان را بطلبید. ولعلکم تشکرون، شاید شما بندگان شاکری باشید. الله اینها را همه را برای شما آفرید. ببینید بیشترین اقتصاد در دریاست، بیشترین کسب و کار، تجارت از طریق دریاست، درآمدها از طریق دریا هستند. اون جاهای، اون کشورهای، اون بلادی که دریا دارند و درست برنامه ریزی دارند، درست مدیریت دارند، درست مصرف دارند، اونها غنی ترین کشورها هستند. از هر نظر دریا کلش درآمد هست. پس الله عزوجل می فرماید اینا برای این است که لتبتغوا من فضله، از فضل الله بطلبید و بعد از اون که خدا به شما داد مال شاکر باشید، خدا را فراموش نکنید. و نعمتهای دیگه، و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا
و سبلا لعلكم تهتدون. الله القا کرد در زمین رواسی، کوهایی را که ان تمید بکم ای لئلا تمید بکم، شما را تکان نده، شما را زائل نکند. یعنی کوه میخست باعث میشه که انسان اضطراب داشته نباشه، انسان حرکت داشته نباشه. اصل زمین و انهارا و نهرها را الله تعالی آفرید و القا کرد، و سبلا و راها را لعلكم تهتدون، شاید شما هدایت بیابید، یعنی به منزل مقصود برسید، به هدفتون برسید. ببینید لعلكم تهتدون ممکن است که متعلق به سبلن باشد، یعنی راهها را خدای تعالی برای شما ایجاد کرد تا که شما به وسیله این راهها، این راه را میدونی، این راه به شمال میره، این راه به جنوب میره، این به شرق میره، این به فلان شهر میره، این به فلان روستا میره. خب این راهها موجب چی شما هستن؟ راهنمایی شما. پس لعلكم تهتدون این سبلن متعلقش است. اما میشه که لعلكم تهتدون متعلق هر ستا باشد، هم متعلق رواسی، هم متعلق انهار، هم متعلق سبل. اینا هر ستا هم گاهی برای انسان ها چی هستند؟ راهنما هستند. گاهی شما راهی را گم میکنید، نمیدونید، کوه را از دور میبینی، ها به طرف فلان کوه باید برم. این کوه ها آیا انسان را راهنمایی نمی کنند؟ گاهی نهرها خب کوه ها و نهرها هرگز از جایشون تکان نمی خورند، امکان داره راه عوض بشه، ولی کوه و نهر تکان نمی خوره، زائل نمیشه. لذا میدونی این کجا میره، این کجا هست. یا اینکه گاهی اینها مرز هستند بین بلاد، اینها جدا میکنن سرزمین ها را از هم دیگه. اون طرف نهر بلاد و سرزمین های دیگه هست، این طرف نهر بیشتر مرزها به وسیله کوه ها هستند، به وسیله نهرها هستند، رودخانه ها هستند. پس و بالنجم و این لعلكم تهتدون به هر سه هم میتونه متعلق باشه با این توضیحی که عرض کردم. و علامت ها هستند، نشانات هم هستند اینها. و بالنجم هم یهتدون، و آنان از طریق ستاره هم راهنمایی میگیرند، هدایت میشوند، به مقصود میرسند، هم در سفرهای بیابانی هم در سفرهای دریایی. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها افمن یخلق کمن لا یخلق. از اینجا یک نتیجه زیبایی گرفته میشه. ببین معبود کیه؟ معبود اونه که این همه را خالق هست. شما چقدر بی انصافید که این معبود را که خالق کل اشیا هست برابر کرده با کسی که هیچ خلقی ندارد، پس شیء را هم پیدا نمی کند. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا آن ذاتی که می آفریند خلق می کند مثل اون کسی میتونه باشه که لا یخلق، چیزی خلق نمی کند؟ افلا تذکرون، آیا شما پند نمیگیرید؟ شما نصیحت نمیگیرید؟ شما متوجه نمیشوید فرق معبود به حق و معبود به باطل را تشخیص نمیدهید؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله می فرماید اگر شما بشماری نعمتهای الله را، لا تحصوها، نمی توانید آنها را احاطه بکنید، آنها را بشمارید. ان الله لغفور رحیم، بدون شک الله بخشاینده و مهربان است، اون ذات بخشاینده و مهربان این همه نعمتها را برای شما آفرید. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، این درباره علم است. آنچه که خواندید تا به حال درباره چی بود؟ قدرت، تصرف، مدیریت مطلق، همه و همه را خالق، مالک، گرداننده، مدبر، مدیر الله است.
دوم اینکه همه علوم هم پیش الله است، از ظاهر هم میداند، از مخفی هم میداند، عیان و نهان همه را میداند. پس معبود باید این دو صفت را داشته باشد. کسی را بخوانید، کسی را استمداد کنید که هم علم غیب داشته باشد، همه مخفی ها را بداند، از همه اسرار دلها رازها با خبر باشد، صداهای ضعیف را که در دورترین نقطه جهان است هم بشنود. این خصوصیت مال الله است، بغیر از الله در کسی نیست. و دیگه اینکه چنان توانی داشته باشد که هر چی خواستید و او خواست بتونه برای شما برآورده کند، فراهم کند. این قدرت هم در الله است. این دو چیز در واقع ویژگی اصلی یک معبود هست که اینها را فقط معبود به حق دارد. به این خاطر در هر جای قرآن میبینیم از غیر خدا چی نفی شده؟ قدرت و توان نفی شده، تدبیر و تصرف نفی شده، و دوم علم نفی شده که اونها هیچ چی نمیدونند. همین جا هم ببینید از اونها نفی شده، هم خلق نفی شده، خالقیت، اونها خالق نیستن، هیچ چی نمیتونند، و هم علم نفی شده. لذا الله می فرماید والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. الله می داند آنچه که شما مخفی می کنید و آنچه که علنی می کنید. والذین یدعون من دون الله، آنانی که می خوانند آنان را بغیر از الله، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، آن معبودان باطل هیچ چیزی را خلق نمی کنند و هم یخلقون، خودشان خلق شده هستند. در اینجا چی نفی شد از معبودان باطل؟ تصرف، قدرت، توان. دوم اموات غیر احیاء، اینجا علم نفی میشه. اموات آنها مرده هستند، غیر احیاء زنده نیستند. مرده که باشه هیچ چی نمیدانه، حتی از خود هم نمیدانه. چه بدانه که کسی آمده سر قبر من از من کمک میخواد؟ نه خیر، هیچ چی نمیدانه. و ما یشعرون ایان یبعثون، آنان نمیدانند که کی مبعوث میشن، حتی درباره زنده شدن خودشون هم نمیدانند. پس وقتی که از زنده شدن خودش نمیداند، از من و تو چی میداند که من و تو رفتیم اونجا العیاذ بالله استمداد میکنیم از او؟ از پرنده چی میداند که صاحب کتاب میگه مرغک نشیند بر قبر مرده بداند ماده نر؟ مرده میدونه که این پرنده که اینجا نشسته. همین شعرها مردم را گمراه کردن. مردم فکر میکنن وقتی که اون از ماده و نر پرنده میداند، چطور از حال من خبر ندارد؟ بس برم از او استمداد کنم. الله میفرماید اون هیچ چی نمیداند. و ما یشعرون ایان یبعثون، نمیدانند که کی از این قبرها اونها را، نه که یبعثون خودشون بلند میشند، این قدرت را هم نداره. یبعثون دیگران، یعنی الله اونها را بعث میکند، الله اونها را بلند میکند. پس از این دو دلیل چه نتیجه گرفتیم؟ الهکم اله واحد، دنبال دیگه معبودان نباشید، چون دیگه معبودان این اختیارات، این قدرت را ندارند. معبود شما معبود یگانه است. الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه است. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، اکثر مشرکان ایمان به آخرت هم نداشتند. لذا الله می فرماید کسانی که ایمان به آخرت ندارند، قلوبهم منکره، دلهای آنها منکر توحید است، انکار کننده است. و هم مستکبرون، آنها تکبر کننده هستند از ایمان آوردن به توحید. لا جرم، لا جرم یعنی لا محاله، قطعا حتما.
لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این مستکبرین فکر میکنن خدا نمیداند؟ بدون شک قطعی هست که الله میداند ما یسرون و ما یعلنون، آنچه که آنها مخفی میکنند، آنچه که علنی میکنند. این تکبرشان را که اونها ایمان نمی آورند الله این را هم میداند. انه لا يحب المستكبرین، همانا آن ذات دوست ندارد مستکبرین را، کسانی که تکبر میکنند از توحید. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم، زجر هست بر یاوه‌گویی های اونها که قبول نداشتند توحید را، قیامت را، قرآن را چی میگفتند؟ اساطیر الاولین، افسانه های گذشته ها. الله میفرماید این گفت، این باعث میشه که روز قیامت بار گناه خودش را که شرک و کفرش است اینا هم به دوش بگیرد و اونهایی را که گمراه کرده با این حرف ها. اینا با همین حرف ها امثال نضر ابن حارث، امثال ولید ابن مغیره که گفتند جادو هست، اساطیر الاولین هست، افسانه های گذشتگان است، با همین حرف ها جوانان را گمراه کردند. اونا فکر میکردند اینا همه چیز میدانند. با همین حرفا که نسبت به قرآن بی اعتماد کردند مردم را از کانال ها و شبکه های ماهواره‌ای، لذا سبب گمراهی مردم، سبب سستی عقیده مردم شدند. لذا الله تعالی برای اونها زجر و توبیخ بیان میفرماید، برای اونها تخویف اخروی بیان میفرماید. این زجر هست همراه با تخویف اخروی. الله میفرماید و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم، هرگاه به آنان گفته میشه که ربتان چه نازل کرده، نظر شما درباره قرآن چیه؟ قالوا اساطیر الاولین، آنها میگویند افسانه های گذشتگان است. لیحملوا اوزارهم، به این خاطر نمیگویند که حمل کنن بار گناه دیگران را. این لام چی هست؟ عاقبت. عاقبت این میشه، نتیجه این میشه که یحملوا اوزارهم، حمل میکنند اوزارهم کاملتا القیامه، بار گناه خودشان را به صورت کمال در روز قیامت. روز قیامت بار گناهشان بسیار سنگین است، بسیار زیاد است، چون ضال بودند، گمراه بودند، و همچنین بارهای دیگران را که گمراه کردند هم به دوش میگیرند. و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، علت دوم این که اینها مضل بودند، اول ضال بودند خودشان گمراه، دوم مضل دیگران را هم گمراه کردند. لذا به همین دلیل و من اوزار الذین یضلونهم، از بار گناه کسانی که آنها را گمراه کردند هم بر میدارم بغیر علم. بغیر علم یعنی بلا تحقیق، اونا را گمراه کردن از روی تحقیق نبود، همینطور بدون تحقیق، لذا بارشون را بر میدارد. الا ساء ما یزرون، الله می فرماید بسیار بار بدی بر میدارند، بار بسیار نازیبای اینها بر میدارند، بار گناه، بار شرک. قد مکر الذین من قبلهم، الله تعالی نمونه از گذشتگان و تخویف دنیوی بیان می‌فرماید. این مکارها اولین مکار نیستند، قبل از اینها دیگران هم مکر کردند، دیگران هم توطئه کردند. الله تعالی چگونه بر اونها عذاب آورد که اونها را زیر خانه های خودشان در زیر آوارها الله کشت و نابود کرد. لذا یعنی برای اونها عذاب آمد. قد مکر الذین من قبلهم، همانا توطئه کردند، مکر کردند کسانی که قبل از اینها بودند، مشرکان زمانهای گذشته. فأتی الله بنیانهم، خداوند به بناها و خانه‌های خودشون آمد، یعنی عذاب را اونجا آورد. من القواعد، از اساس اون ستونهایی که سقف بر اون ستونها چی هست؟ قائم هست.
الله اون ستونها را، اون اساس را، قواعد را خراب کرد. فخر علیهم السقف من فوقهم، سقف از بالا بر اونها افتاد، اونها زیر آوار له شدند. لذا الله تعالی این گونه عذاب هم میده جای دیگه، اگر عذاب نده تو خونهشون عذاب میده. و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب پیش آنان آمد از راهی که اونها نمیدانستند، از طریقی که اونها درک نکردند. ثم یوم القیامت یخزیهم، آیا به همین عذاب بسنده میشه؟ نه خیر، هنوز قیامت جلو هست. الله می فرماید سپس در روز قیامت الله آنان را رسوا می کند، و نمونه رسوایی، نمونه خزی. و یقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم، ای مشرکان کجا هستند شرکای من، کجا هستند آن شریکانی که شما تشاقون فیهم، یعنی بحث می کردید، جدل می کردید درباره اونها با موحدین، با بندگان یکتا پرست من شما بحث می کردید، اون شرکا کجاند؟ قال الذين اوتوا العلم، اونجا میگویند اهل علم، منظور از اوتوا العلم دعات هستند، انبیاء، علما، همه دعوتگران. اونها الان چون که در دنیا دعوت دادند و از اون روز بیم دادند، مردم حرف شنوی نداشتند، الان اونها به اون مردم میگویند ببینید امروز رسوایی هست. لذا منظور از اوتوا العلم انبیاء و دعوتگران هستند. اهل علم میگویند ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، رسوایی امروز و بدی امروز بر کافران است. کافران رسوا و بسیار با شرایط بدی مواجه میشند. کافران کی هستند؟ ادخال الهی، الله ذکر میکنه کافران را. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، کافران آنهایی هستند که ملائکه آنها را وفات دادند، یعنی روحشان را گرفتند در حالی که بر خود ظلم کننده بودند، ظلم کرده بودند، بعضم بنویسید به دلیل کفر و شرک. فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، الله می فرماید که اونجا تسلیم را القا میکنه، میگه ما تسلیم، ما كنا نعمل من سوء، ما هیچ بدی نکردیم. سوء یعنی کفر و معصیت، هیچ کفر و معصیتی ما نکردیم. ببینید این در جواب متعلق به عین شرکایی هست. شما اول خواندید، اول همین صفحه است. الله میفرماید عین شرکایی، اون معبودان کجایند که شما برای من گرفتید، انتخاب کردید؟ آنان اونجا چی میکنند؟ اعلام میکنند تسلیم، ما تسلیمیم، ما كنا نعمل من سوء، ما هیچ سوئی، کفری، شرکی انجام ندادیم. الله رد میکنه، رد الهی، بلا، چرا نه، انجام دادید. ان الله علیم بما کنتم تعملون، همانا الله میداند آن اعمال کفریه و شرکیه که شما عمل کردید، پس گنجایش انکار نیست، جای انکار نیست. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، لذا الان داخل بشوید در ابواب جهنم، در درودی های جهنم. خالدین فیها، همیشه در جهنم میمانید. فلبئس مثوى المتکبرین، الله می فرماید بسیار بد است جایگاه متکبرین. متکبرین کی هستند؟ بنویسیم من التوحید والایمان، آنایی که از توحید و یکتا پرستی و ایمان به خدا تکبر کردند، بسیار جایگاهشان بد است. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، پس تا به حال تخویف بود، بعد از تخویف تبشیر. گفته میشه برای متقیان للذین اتقوا، بشارت است برای مؤمنین. ماذا انزل ربکم، اتقوا عن الشرک، جلاله گفته. از اونها پرسیده میشه ماذا انزل ربکم،
رب شما بر نبیش چی نازل کرد؟ قبول دارید یا نه؟ قالوا خیرا، سراپا خیر بود. اون چی که نازل کرد سراپا خیر بود، هدایت بود، روشنگری و راهنمایی بود. الله می فرماید للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای آنهایی که احسن و احسان داشته باشند. احسان یا نیکی یا اخلاص، اخلاص داشته باشند، هر کارشان برای خدا باشد. دو تا انعام خدا میده، یکی در دنیا یکی در آخرت. فی هذه الدنیا حسنه، در این دنیا خدا بهشون حسنه میده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. این حسنه چی هست؟ توفیق، هدایت، اعمال صالحه، وعده ثواب و اثرات و ثمرات ایمان، اینا همه حسنه هستند. ولدار الاخرة خیر، دار آخرت برای اینها بهتر است. ولنعم دار المتقین، بسیار زیبا هست دار متقیان، چون اونجا اهل تقوا میرند. دار متقیان بسیار زیباست، بسیار خوب است. جنات عدن یدخلونها، این بیان دار المتقین است. این داری که الله می فرماید اون جناتی هست که جنات اقامه هست، اونجا انسان سکونت انتخاب میکنه، اختیار میکند. جنات عدن یدخلونها، جنات اقامه و سکونت هست که یدخلونها داخل میشوند. تجری من تحتها الانهار، جاری است از زیر درختان و ساختمان های آن نهرها. لهم فیها ما یشاءون، در بهشت چی میرسد؟ لهم فیها ما یشاءون، برای اینها است در آن بهشت هر چی که بخواهند. کذالک یجزی الله المتقین، این گونه الله پاداش نیک میدهد به متقیان. متقین عن الشرک، بازم جلالین میگه اونی که از شرک پرهیز میکند. خب این متقیان کیند؟ اوصافشان الذين تتوفاهم الملائكة طیبین، این ادخال الهی هست. متقیان آنهایی هستند که آنها را ملائکه وفات میدند، روحشان را وقتی که قبض میکنند طیبین، پاک هستند، پاک و زیبا هستند از شرک و کفر. یعنی با ایمان از این دنیا میروند، با آلودگی نمیروند، با شرک و فساد نمیروند. ببینید تتوفاهم الملائکه، معلوم میشه که ملک الموت یکی زیاد هستند. چون که این را بار بار تذکر میدم، بسیاری از خرافاتی ها بریلویه میگویند که شما میگید پیغمبر حاضر و ناظر نیست، در حالی که اسرائیل که از پیغمبر جایگاهش پایین تر است هر جا حاضر است. ببینید ما با چشم میبینیم در لحظه واحد هزاران انسان را میمیراند، موت میده. چطور هر جا میتونه موت بده؟ پس هر جا حاضر و ناظر است. اینطور استدلال میگیرند که فرشته حاضر و ناظر است، پس نبی حاضر و ناظر است. وقتی نبی حاضر و ناظر است، اعمال ما را میبیند و اعمال ما را مشاهده میکند، اینجا حضور دارد. لذا از ایشون استمداد بکنیم، یا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب الله اسمع قالنا، ای رسول الله به حال ما نگاه کن، به سخن ما گوش کن، درد دل ما را رسیدگی کن الی آخره. از این طریق راه شرک و خرافات را میخوان باز کنند. ملائکه هر جا حاضر نیستند، یک ملک نیست که روح را قبض میکنند. هزاران نفر در پاکستان، در افغانستان، در هندوستان، در اون طرفتر کشته میشوند. هر یک فرشته ای دارد. الذين تتوفاهم الملائکه طیبین، آنانی که ملائکه پاک و پاکیزه وفات میدهند آنها را بدون شرک. یقولون سلام علیکم، این فرشته ها به آنها میگویند سلام بر شما، یعنی از هر خطر، از هر آفت در امان، در امن و امان. ادخلوا الجنه،
بما کنتم تعملون، وارد بهشت بشید به سبب آنچه که عمل می کردید. سبب ظاهری بنویس، به سبب آنچه که عمل می کردی وارد بهشت باش. خب پس احوال هم ظالمین را خواندیم، الکافرین را، هم احوال متقین را. حال تخویف دنیوی برای کافرین، اینها باور ندارند، اینها منتظرند که ملائکه بیاند. هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکه، آیا اینها انتظار میکشن؟ یعنی بله انتظار میکشن، منتظر نیستند مگر اینکه بیاید پیش آنها ملائکه، یعنی منتظر ملائکه بیاد روح را قبض بکند. ملائکه موت، ملائکه موت لقبض ارواحهم باسوء حال، پس اینا منتظرن با بدترین حال ملائک بیان روحشان را بگیرن. او یأتی امر ربک، یا امر پروردگارت بیاد، یعنی عذاب بیاید. كذلك فعل الذين من قبلهم، الله می فرماید همین گونه کردند کسانی که قبل از اینها بودند. اونایی که قبل از اینها بودند همین کار را کردند. چه کار کردند؟ اصرار على المعصیه والکفر. چی؟ اصرار على المعصیه والکفر، بر معصیت و بر کفر اصرار کردند. اینها هم اصرار می کنند، آخر اونها گرفتار شدند، خودشون بر خود ظلم کردند. و ما ظلمهم الله، در این جزا، در این عذاب الله بر آنان ظلم نکرد، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، اما آنها بودند که بر خودشان ستم کردند، ظلم کردند. فاصابهم سیئات ما عملوا، به آنان رسید جزای اعمال سیئی که انجام دادند. سیئات ما عملوا یعنی جزای سیئ اعمالشان. و حاق بهم ما كانوا به یستهزئون، به اونها فرود آمد، به اونها نزول کرد آنچه که مسخره می کردن. چی را مسخره می کردن؟ عذاب را. عذابی که مسخره می کردن بر سر اونها آمد و اونها را هلاک کرد. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، زجر و توبیخ، سرزنش و مذمت برای مشرکین، برای کفار. این یکی از بهانه های پوچ و بیجا هست که اونها میگویند گاهی بعضی مسلمانان هم با همین خودشون را خوش میکنند. الله تعالی این را رد میکنه. اون اینه که میگه همه چیز به مشیت خدا بستگی داره. خدا خواسته که ما شرک بکنیم، شما میگی شرک، ما هم میگیم خدا خواسته که شرک بکنیم. خدا خواسته که ما در همین مسیر باشیم. اگر خدا نمیخواست ما نبودیم. خیلی از افرادی که در عمل سستند، بینمازند، میگه خواست خدا همینه. به کسی میگه نماز بخوان، میگه باشه اگر خدا بخواد. یعنی چی اگر خدا بخواد؟ خدا خواسته، خدا گفته اقیم الصلاة، خدا میخواد. پس اینها به این صورت شیطان فریبشان میده. الله میفرماید وقال الذين اشركوا، مشرکان میگفتند لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر خدا میخواست ما عبادت نمی کردیم بغیر از خدا هیچ چیزی را، یعنی بتها را. نحن ولا آباؤنا، ما و پدران ما نه عبادت می کردیم. ولا حرمنا من دونه من شيء، بغیر از او ما حرام قرار نمی دادیم هیچ چیزی را. یعنی هر چی که حرام قرار داده خدا همون حرام قرار می دادیم، از خود چیزی را حرام قرار نمی دادیم. بس خدا خواسته، ما هم به خواست خدا داریم عمل می کنیم. الله می فرماید كذلك فعل الذين من قبلهم، این گونه انجام دادن، این گونه کردن کسانی که قبل از اینها بود. اما کار رسول ما چی هست؟ بلاغ. شما پیام مرا برسانید، بعد از اون بگذاری برای من. فهل على الرسول الا البلاغ المبین، نیست بر رسول مگر
رساندن مبین، آشکارا و پیام خدا را آشکار میرسانند. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا، این دلیل نقلی اجمالی از تمام انبیا. همانا ما فرستادیم بر در هر گروهی، در هر امتی فرستاده رسولی را فرستادیم با این مضمون ان اعبدوا الله ای وحده، با این مضمون که الله را تنها عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنید، از طاغوت دوری کنید. معانی طاغوت را شما در مقدمه خواندید. طاغوت چند معنا دارد. طاغوت یعنی بت، طاغوت یعنی شیطان، طاغوت یعنی کل ما عبد من دون الله، بغیر از خدا هر چی که معبود باطل باشد طاغوت است. طاغوت پادشاهی که مردم را ستم میکند و میگوید مرا عبادت کنید، همه اینها طاغوتند. الله میفرماید ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ای مردم از طاغوت اجتناب کنید. فمنهم من هدى الله، بعضی از آن مردم آنانی هستند که الله هدایتشون کرده. و منهم من حقت علیه الضلاله، بعضی آنهایی هستند که ضلالت و گمراهی برای او ثابت شده. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. الله می فرماید برید زمین سیر کنید. این تخویف دنیوی است. اینهایی که انبیاء ما را تکذیب کردند، اینهایی که دعوتگران مصلح را تکذیب کردند، برید نتیجهشون را ببینید. فانظروا، ببینید کیف کان عاقبت المکذبین، چگونه شد انجام و عاقبت تکذیب کنندگان، آنانی که رسول را تکذیب کردند. برید ببینید تا شما برای خودتون عبرت بگیرید. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. اینجا تسلی است رسول الله صلی الله علیه و سلم را. ای پیامبر من، ای محبوب من، تو راحت را ادامه بده، دعوت بده. اما اگر بخوای که حتما هدایت بشند، اون در دست تو نیست، اون در دست الله هست. هر کسی را که الله بخواهد. ان تحرص علی هداهم، اگر شما حریص باشید بر هدایتشان، بدان که فإن الله لا یهدی من یضل، الله هدایت نمی کند کسی را که گمراه بشه. بنیست به دلیل عناد، گمراهیش به دلیل چی باشد؟ عناد باشد. الله اونها را هدایت نمی کند. و ما لهم من ناصرین، نفی شفاعت قهری، برای اونها هیچ یاوری نیست، کمک کننده ای نیست. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، باز هم زجر و توبیخ. دو چیز را انکار می کردند، یکی مبدأ را، یکی معاد را، یکی توحید را، یکی قیامت را. اون بحث انکار توحید بود، الان انکار قیامت. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، سوگند میخورند، قسم میخورند. جهد ایمانهم یعنی اون سوگندی که در اون به حد پایان میرسند، نهایت مبالغه را انجام میدند، آخرین سوگند. جهد ایمانهم یعنی در ایمانشان جهد و مشقت و رنج را هم اونها می آورند، منظور مبالغه می کنند. لا یبعث الله من یموت، چه سوگند میخوره؟ این سوگند میخوره، میگه قسم به خدا که خدا بلند نمی کند کسی را که بمیرد، یعنی انکار میکنه بعث بعد الموت را. الله می فرماید بلا، چرا نه؟ وعدا علیه حقا، ای وعدنا وعدا، ما وعده کردیم وعده علیه حقا، بر او حق است، یعنی حقا. الله این حق را گذاشته
که حتما مردگان را زنده کند، ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. با وجود دلائل، با وجود اقامه همه دلائل قیامت، اکثر مردم نمیدانند. لیبین لهم الذی یختلفون فیه، این علت حشر و نشر است. چرا در قیامت همه برپا می شوند، همه زنده می شوند؟ لیبین لهم الذی یختلفون فیه، تاکه الله بیان کند برای آنان الذی، آنی که اختلاف می کردند در آن، یعنی مسائلی که در دنیا اختلاف می کردند. مسئله اختلافی چی بود؟ توحید بود، حشر و نشر و قیامت بود. اونجا واضح بشه که قیامت حق است یا نیست، توحید حق بود یا نه. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، علت دوم، تاکه بدانند کافرین، کسانی که کفر کردند در دنیا، کسانی که تکذیب کردند رسول و انبیاء ما را، آنها بدانند که انهم كانوا کاذبین، آنها کاذب بودند، دروغ می گفتند. یعنی فیما یقولون، در آنچه که به انبیا گفتند، در آنچه که به صالحان گفتند دروغ بود. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این رفع استبعاد قیامت است و پاسخ یک شبهی هست. خدا این همه خلائق را چطور زنده می کند؟ چقدر طول می کشد؟ حتما سالهای سال. الله می فرماید نه، قول ما و سخن ما برای چیزی که ما اراده بکنیم، یه چیزی را ما بخواهیم، اذا اردنا ان نقول، اذا اردناه، هرگاه ما اراده اون را بکنیم ما میگیم کن، دستور میدیم به وجود بیا، فیکون به وجود میاد. لذا زنده کردن مرده ها برای خدا کاری نیست. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. خب بعد از اینکه موضوع قیامت و موضوع توحید هر دو بحث شدند با دلائل، حال الله تعالی بشارت میده مؤمنین را. اما ضمن این بشارت حکم هجرت هم بیان میشه و تشویق به سوی هجرت است برای آنانی که در دار کفر، در جاها و در شهرهایی هستند که ایمانشون در خطر است، ایمان نسلشون در خطر است. الله می فرماید والذین هاجروا فی الله، آنانی که هجرت کردند در راه الله. فی الله، فی را بعضی سببیه گفتند، یعنی به سبب الله، به سبب توحید الله. به چه سبب هجرت کردند؟ که بتوانند دین خودشان را محفوظ نگه دارند، بتونند که بر توحید استقامت کنند. بله، من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه مظلوم واقع شدند، بعد از اینکه مشرکان و سرداران مکه بر آنها ظلم کردند. اینا فضیلت صحابه است. همه مفسران نوشتن که منظور اصحاب و یاران رسول الله هستند. الله می فرماید لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، به این افراد ما حتما جای می دهیم در دنیا، حسنتا، جای زیبا، جای آرام، جایی که اونجا آرامش و امنیت داشته باشند، یعنی مدینه طیبه. بهترین جا، زیباترین جا مدینه هست. مدینه انت طابه، انت طیبه، انت طیبه، تمام نامهای زیبا هم مال مدینه است. پس این در دنیا الله پاداشی بهشون داد. دوم ثمره اخروی، این دنیاوی بود. ولا اجر الاخرة اکبر، اجر آخرت بزرگتر است از اجر دنیا. لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش میدانستند، همیشه اگر میدانستند این جزاش. اما اینا کی هستند؟ الذين صبروا، صفات مهاجرین. الذين صبروا، آنانی هستند که صبر کردند، استقامت کردند،
دار خودشان را رها کردند چون دار کفر بود. و علی ربهم یتوکلون، و بر ربشان فقط آنها توکل میکنند، بر ربشان توکل میکنند. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، این آیه جواب سؤال مقدری هست که اونها میگفتند چرا پیغمبر از جنس خود ما هست، چرا بشر است؟ الله میفرماید شما از اهل ذکر بپرسید، فاسالوا اهل الذکر. اهل ذکر علما هستند، علماء یهود بیشتر اینجا مراد هستند که اهل کتابند. هر چی که ما فرستادیم پیغمبر هم رجال بودند، انسانهای مرد بودند، یعنی ما ملک به عنوان پیغمبر نفرستادیم. الله می فرماید و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، نفرستادیم ما قبل از شما مگر مردانی. رجال گرچه اطلاقش بر شخصیت ها میشه، شخصیت های مردان بزرگی، باز هم از اینجا استنباط کردن مفسرین که هرچه پیغمبر گذشته مرد بودن، زن به عنوان پیغمبر در دنیا نیامده. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم، ما نفرستادیم قبل از شما مگر مردانی که ما به سوی آنها وحی می کردیم. فاسالوا اهل الذکر، به منکرین مکه میگه ای اهل مکه شما که انکار میکنید بپرسید شما از اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، اگر خود جاهلید برید از عالمها بپرسید. منظور از اهل ذکر اهل کتاب، الذین یعرفون معانی کتاب الله. منظور اهل کتابی هستند که معانی کتاب الله را میدانند، اونها را بپرسید. فانهم یقولون ان الانبیاء كلهم بشر، اونا به شما خواهند گفت همه انبیاء بشر بودند. بله، پس برید از اونها بپرسید ای مشرکین مکه، ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید. بالبینات و الزبر، این متعلق و ما ارسلنا هست، یعنی ما نفرستادیم مگر پیامبرانی، یعنی مردانی را با بینات و زبر فرستادیم، با دلائل و معجزات و همچنین کتاب ها. زبر کتاب های آسمانی. اما آخر تو را ای حبیب خدا، ای محبوب خدا، تو را فرستادیم. و انزلنا الیک الذکر، ما نازل کردیم بسوی تو ذکر را، ما نازل کردیم بسوی تو قرآن را. قرآن هست ذکر. ولقد یسرنا القرآن للذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. دو تا فریضه هست، یکی فریضه رسول، یکی فریضه امت. فریضه رسول تبیین است، بیان، تفسیر، تشریح. قرآن را برای ما بیان کند، تفسیر کند، مطلب الله چیه. بعد فریضه ما تفکر است، ما فکر کنیم، ما به از فکر کردن به رب ما برسیم. الله می فرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، تاکه بیان کنی برای مردم آنچه که به سویشان نازل شده. ولعلهم یتفکرون، فریضه امت، شاید آنها فکر کنند، بیندیشند. حال خداوند عزوجل تخویف بیان می فرماید، بیم می دهد. آیا از عذاب من ایمنند؟ افامن الذین مکروا السیئات، آیا ایمن هستند آنهایی که توطئه کردن برای سیئات؟ یعنی چه؟ یعنی خودشون هم گمراه بودند، هم دیگران را گمراه کردند، از راه خدا باز داشتند. آیا اینا ایمن هستند؟ از چی ایمنند؟ از چی بیغمند؟ ان یخسف الله بهم الارض، اینکه خدای عزوجل آنها را در زمین خسف بکند. آیا از اینها بیغم هستند؟ او یأتیهم العذاب، یا اینکه آیا بیغم هستند از اینکه عذاب برایشون بیاید من حیث لا یشعرون، عذاب بیاید از همان طریقی که اصلا اونها نمیدانند. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، الله می فرماید اینکه خداوند اونها را بگیرد در تقلبشان. تقلب قبلا خواندیم گشت و گذار،
سفرهای تجاری، این شهر برو، اون شهر برو، اون کشور برو. در همین حین خدا اونها را بگیرد، آیا بیغم هستند؟ فما هم بمعجزین، اینا عاجز کننده نیستن خدا را، یعنی نمیتونن در برند. ای بفائتین من العذاب، نمیتوانند از عذاب در برند و فوت کنند عذاب را. او یأخذهم علی تخوف، یا این که خداوند آنها را مؤاخذه بکنه علی تخوف، بر ترساندن، یا علی را گفتم بعد از تخوف به معنیش است. علی ای حال فإن ربکم لرؤوف الرحیم، خداوند رأفت و مهربانی دارد، نرم و رؤوف هست و مهربان است. چرا؟ همین که در شب فوراً عذاب را نمیارد، در سفر تجاری نمیارد، فوراً شما را به عذاب گرفتار نمی کند، مهلت میده. این مهلت دادن دلیل رأفت و رحم خداست. حیث اخر عنهم العذاب مع قدرته، خداوند عذاب را با وجود قدرتش تأخیر داد. خب 3 دلیل خواندیم، این دلیل 4 عقلی هست. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا نمیدانند به آنچه که خدا پیدا کرده، مخلوقات خدا را مطالعه نمی کنند؟ یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل، که جمع می شود سایه‌اش از راست و چپ، سایه‌اش از راست و چپ. ببین اول یک مبحث کوتاه نحوی عرض می کنم. الی ما خلق الله، ما لفظا مفرد است اما معنی چیه؟ جمع، شامل هر چی میشه. پس یمین و شمائل متعلق ما هستند، با اون ارتباط دارند. هر چی که خدا پیدا کرده یمین همان و چپ همان. اما میبینی یمین به صورت مفرد آورده شده، شمائل به صورت چی آورده شده؟ جمع. یمین که مفرد آورده شده نسبت به لفظ ما، شمائل که جمع آورده شده نسبت به معنای ما. معنای ما چی هست؟ جمع است. لفظ ما چیه؟ مفرد است. خب همه از راست و چپ میبینیم که سایه ها کم میشه، جمع میشه. سجد لله، سجده کنندگان هستند همه مخلوقات برای الله. و هم داخرون، داخر به معنی ذلیل، تابع، منقاد، خودشان را تابع و منقاد کردن، ذلیل کردن. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. هم ببخشید اینجا سجد لله، سجده کننده به معنای تنها این سجده نیست، بلکه اگر میخواهیم که اشکال دیگری مواجه نشیم، سجدن لله را تابع و منقاد ترجمه کنیم. همه آنچه که در دنیا هست اینها تابع خدا هستند، منقاد الله هستند. ببین سجده یعنی اطاعت. حتما این سجده که ما داریم که بینی را به خاک بمالیم، این سجده مخصوص ماست، این سجده همه مخلوقات نیست. سجده مخلوقات فرق میکنه. سجده مخلوقات یعنی انقیاد، یعنی اطاعت، یعنی فرمانبری. پس این که در حدیث می آید که خورشید هر روزی که غروب می کند سجده می کند، بعضی اعتراض می کنند کجا سجده می کند؟ 24 ساعت خورشید در حال سیر است. یعنی انقیاد می کند، اطاعت می کند، حرف الله را، دستور الله را به جا می آورد. و دیگه بعضی از علما نوشتن سجده مخلوقات فرق می کند. سجده ما انسان ها به جبین افتادن است، به چهره افتادن و به زانو افتادن است. اما سجده بسیاری از مخلوقات قیام است، شب و روز قیام، آماده باش، مثل درختان. سجده بسیاری قعده هست، مثل نشستن ما هست، مثل کوها.
سجدهشون چی هست؟ قاعده هست. سجده بسیاری عرض کنم خدمت شما رکوع هست، مثل چارپایان. سجده بسیاری طواف هست، گشتن هست، مثل چی؟ مثل خورشید، ماه. اینا هی میگردن انجام وظیفه میکنن، همین که خواندیم این سجده شون همینه. و سجده بسیاری به زمین افتادن است، مثل خزندگان، چهرهشون و بدنشون کلا به زمین افتاده. ما را که الله عزوجل عبادت داده، عبادت ما به قول حضرت قاری محمد طیب رحمت الله علیه یک جامعیتی دارد از همه عبادت ها. یعنی عبادت درخت را داریم، ما قیام میکنیم. عبادت کوه را داریم، ما قعده میکنیم. عبادت چارپایان را داریم، رکوع میکنیم. عبادت خورشید و ماه را داریم، طواف میکنیم. عبادت خزندگان را داریم، ما سجده میکنیم. همه اینها را ما داریم. پس الله می فرماید سجده میکنن برای الله تمام آنچه که در آسمان ها هستند و در زمین هستند، من دابت از موجودات زنده، والملائکه و ملائکه و هم لا یستکبرون، و این ملائکه تکبر نمی کنن از طاعت الله عن طاعت الله. جلال گفته یخافون ربهم من فوقهم، می ترسند از ربشان، من فوقهم از بالای سر، می ترسند از ربشان که الله تعالی بالا سر است. و یفعلون ما یؤمرون، و این فرشتگان انجام میدن هر آن چیزی که امر بشن، دستور داده بشن، دستور را اجرا میکنن. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل